همین میگوی نماز بخون حالی بابای مولا می کار کنیم باید نگیم ما کار میکنیم باید من با کار بگیم که نگیم نماز که ما کار داریم باید به سوی کارمون بگیم که ما نماز داریم گفت که یا رسول الله اگر این مرد به مرد نگاه زن به مرد نگاه نمیکرده باشه گویا ایشه چی میگوی یگان کس به یگان کس نظر نمیکنه او روزی سخته او روزی است که ولا یسأل حمیم حمیمای دوستای جان دیگه هم دیگه را نمیپرسن یو بسرونهم رو پرو میارمشون ببینید رو پرو میگم میارمشون یو عرفونهم آنها رو پرو میارم یا ود المجرم ولو یفتدی من العذاب یومئذ ببنی و صاحبتی و اخی و فصیلتی التي توی من فی الارض جمیعا ثم ینجی انسان گناهکار آرزو میکنه که همین بچه همین برادرای منه همین زن منه همین خشتبارای منه اولاد منه به جهنم برید منه نجات بده کسانی که میخواهند ریش زیبا داشته باشند و یا اینکه موی سر و یا اینکه پرستاتید هستند خونو گرفتگی عضو بدن و یا اینکه میخواهند قوه مردانگی خود را زیاد کنند ما برای شما شرکت آزیا مارکت بهترین و با کفالت و داروهای طبیعی را برای شما پیشکش میکند در رقم‌های روی اکران بوده زنگ زنید و برای خود داروهای خوب و با صفت بگیرید بیبنیهی فرزندای مرا برید و صاحبتی و زنی مرا برید و اخی برادرای مرا ببرید و قبایلی که من جا دادن نانم دادن همونا را برین و من فی الارض جمیعا تمام مردم روی زمین برین من نجات بتین خدا چی میگه کل لذا نزاعتا لشوا تدعو من ادبر و تولا و جمع فوا آتش جهنم یک مقام و یک درس لذا تتلذا آتش جهنم تمی درخشیده میگو تا اقبل یا صاحب المال در دنیا مال گفتی پیش الله سرت خم نکردی یا خیلی آدم همین میگوی نماز بخون حالی بابای مولا می کار کنیم باید نگیم ما کار میکنیم باید من با کار بگیم که نگیم نماز که ما کار داریم باید به سوی کارمون بگیم که ما نماز داریم باید ما نماز داشته باشیم همون کسایی که در دنیا نمازشون نخواندن دنیا گفتن آتش جهنم چی میکشیده پیشانشون پوست پیشانشون میکشیده کلاین الله نزاعتا لشوا پوست پیشانشون میکشید دست برای میگفتم بسنه صاحب المال اقبل صاحب مال بیا تو به خاطر مال شده عبادت الله رو نکردید عبادت چی الله ذوالجلال رو ترک کردید بسیار انسان میشن که به خاطر دنیای دروزشون همین انتخابشون همین دنیا این دنیا را دست میتن به آخرت چون میره دستشون برای برادر عزیز این دنیا را خیلی کنیم میگذره اون بزرگان حضرت عمر گفت من پروا ندارم دنیا همه با تمام بار و بندش بیایه من پروا ندارم آنها پارنما نداشتن برای دنیای دو روزه فریب نسازه الله که این دنیا در این روز هستیم فردا نیستیم بسیار نمازی کسل شده همه مردم نگرانن ترسیدگی هن همه در فکر زنگی که چی میشته باشد بسیار این مردم وایمه کشتگی باور کنید شما بسیار آدمای پولدار آمدیم همون وایمه قدیم مردن بیچاره این خیلی نترسین برادر عزیز این مرگ هم ساعت داره اسبر علی حالها لا موت الا بالاجل نترسین برادران عزیز اسبر صبر کنین از این مرگ نترسین این مرگ ساعت ثانیه و دقیقه داره اون وقت ساعت شده ثانیه و دقیقهش نه هیچ کدام ما و شما این دنیا نمیریم برادر تا رزق ما هست در این جهان رزق ما میخوریم نفسی داره میکشیم همون ساعتی که داریم اون رو میبینیم و این دنیا میریم برای همین میگم برای همین حیات دنیای ما غنیمت بدانیم برای آخرت ما یک کار کنیم یک کار برای آخرت ما انجام بدیم دوتم همین حکیم بن حزام من بیان کردم پیشتر میگه در همون سالی که حج کردن همون سال اول 100 تا اشتر آوردن 100 تا اشتر آوردن قربانی کردن همون سال 100 تا اشتر آوردن قربانی کردن در یک موسم حج همین حکیم بن حزام که گفتم خانه‌اش 100,000 دینار فروخت 100,000 دینار فروخت همون سال اولی که حج رفت هم وقتی که ایمان آورد در وجودش ایمان که جا گرفت با گریه میکرد گفتم گریه میکرد با چاشم دید گریه میکرد بگو من بدبخت شدگیم 100 تا اشتر آورد در یک موسم حج قربانی کرد سال دیگه 100 تا غلام آورد غلامایی که در گردناش میگه از نقره بستگی بودن همونا رو آورد در حرم آزاد کرد سال دیگه 1000 تا گوسفند آورد در حرم قربانی کرد حکیم بن حزام گوی جبرانی همون کمبودیایی که در مقابل محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم انجام دادن
گوسچین بچه‌هاش که قسم به خدا به پری دنیا طلا بتم کمبودیای من جبران نمیشوه. یکی خیر میکنم گو تا زنده ام دارایی حکیم ابن حزام دارایی الله و جان شیرین شفیدای پیغمبری اکرم صلی الله علیه و سلم کردن. حیات همینه. اگر همین دنیا را و پرش دنیا را بتیم میگن کاش که در دنیا زایتر میدادیم. انسان منظرم یوم الحسرت اذا قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. خدا میگه ای محمد مردم از روز حسرت پند بده. روز حسرت چه؟ روز قیامت ای. هزار عمل کرده باشی میگه کاش که زایترش میکردم، کاش که خدمت از اسلام زایتر میکردم، کاش که برای اسلام مسلمی خدمت میکردم. برای پیغمبر خدا میگن یک آدم ساعی سکننده علی المرأة المسلمة مسکنه، اگر یک آدم به یک زنه که مثال اگر بیوه زنی مسلمانی مسکینه اگر یاردم کنه کمجاهد فی سبیل الله او قائم اللیل او صیام النهار، میگه پیغمبر خدا. اگر یک آدم همین بیوه زنه که یتیمه میبره دستگیریش میکنه، پیغمبر خدا گو مانند مجاهدی در راه خدا ای. گفت ایمانند مجاهدی در راه خدا ای. گو مانند شخصی است که شبها را تا روز عبادت میکنه، شب زنده داره، روز روزه میگیره. کی خصلت هیچ کاری ما شما نداریم. اما آدمی که در راه خدا یا بی‌وزنه یا یتیمه میروه سرکش دستمال میکنه، پیغمبر خدا انمی مقام برایشان. این حدیث بخاریه برادران عزیز. جوانایی که دوتم حکیم ابن حزام گفت من این خانه را میفروشم در جنت برای خودم خانه میخرم. یک آدم خانه میتیه برای خدا در جنت خانهش میتیه. همین ای برادران عزیز. حکیم ابن حزام گفتم خانه را 100,000 دینار فرو، خانه تالار قریش بود، 100,000 دینار را فروختش. او جوانی گفتم قریش گفتی چیکار میکنی؟ گفت من در جنت برای خودم چی خانه میخرم. برای خدا همین پولا که دادی برای تو برنامه تو در یک قصر در جنت ای. همین بزن میبر یک قطی 2 تا یتیمکش یا 3 تا یتیمکش میبری خانهش میدی والله عرش و اذا بکل یتیم اهتز عرش رحمان ای. میگه وقتی که وقتا یتیم گریه میکنه عرش رحمان میلرزیده. قال بعزت و جلالی، الله به عزت و جلالش قسم یاد میکرده ای یتیم پدری تو در زیر خاک ای. کی تو را خرسند بسازه که من در روز قیامت خرسندش بسازم. برای برادر عزیز زندگی هم نیم المال المرء صالح و پیغمبر مال خوبه برای مرد مسلمان، یعنی در جنت برای خودش قصر میسازه. برای خودش گو پیغمبر جنت یک سملاخه گو شما میسازینش. گفت یعنی همین انسانی که در دنیا یک یتیمه سرکش سیله میکنه دشوال میکنه قلبش آرام میشه. پیغمبر در سر خسار زانواش میشنان یتیما. برای همین دعا میکنه پروردگارا این معرکه ما که اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبه والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم فاغفر لنا ولوالدینا ولجمیع المؤمنین ولجمیع المسلمین. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای پدر قبش پر نور و جاشون جنت بگردی. برادرمون عمر درازی با برکت و سعادت هر دو عالم پروردگار برای برادر نصیب بگردونه. الله اکبر. رسول صدقوش مشکوره از عبدالرحمن ابن عوف 200 اوقیه طلا میتیه. رسول عبدالرحمن ابن عوف 700 تا اشتر در کوچه‌های مدینه میتیه. نیت وابستگی داره. نیت وابستگی. از برای الله باشه. اما پنهان هم کنه آدم که هدفش الله نباشه فایدهش نمیاد. نیت وابستگی داره. برای مردم برای مسابقه شوا پیشرفت شود این بهترین کاره.